فالمنکر اذا خفی لم یضر الا صاحبه. کاری منکر، گناه زشت، گناه عظیم اگر پنهانی باشد فقط به صاحبش ضرر میرساند، به همه آدمی که اون گناه را اجرا کرده است. اما اذا فشى ولم ينكر ضر العامة كلهم. اگر کاری منکر آشکارا شود، دیگر همه از وی باخبر شود، در این حالت ضررش به تمام انسانیت می شود. الساکت عن الحق او الرضا بالمنکر کمرتکبه. در کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت لله لکعی آمده است که گفتن که ساکت از حق، این کسی که حق را بیان نمی کند و ساکت است، خاموش است. و آن آدمی که به کار منکر راضی هست، منکر را نکرده است ولی راضی هست، که مرتکبه، اینا برابری اجرا کننده همین گناه هست. یعنی کسانی که آیین حجاب و فرضیت آن سخن نمی کنند، خاموشند، و کسانی که برای همین منع حجاب راضی هستند، اینها برابری آنهایی که حجاب را منع کردند در گناه شریک هستند. بنابراین اگر خواهید که به این منکر عظیم شریک نباشید، باید شما ساکت نباشید و به این گناه راضی نباشید.